دو زاده تاجیکستان و یک زاده قرقیزستان در کشور کراسنویارسک روسیه به دلیل دست داشتن در جنایت‌های مربوط به قاچاق فروش مواد مخدر از شهروندی روسیه محروم کرده شدند. خدمات مطبوعات سیاست کارهای داخلی کشور کراسنویارسک 29 دکمبر سال 2023 در اطلاعش گفت از چنین چاره، یعنی محروم کردن از شهروندی روسیه به دلیل دست داشتن در جنایت‌های وزن در این منطقه، بار اول استفاده بردند. سیاست کارهای داخلی کشور کراسنویارسک در مورد از شهروندی روسیه محروم کردن 3 نفر که برای صادر کردن جنایت‌های وزنین و مخصوصا وزنین محکوم به زندان شدند قرار برآورد. این 3 نفر سالهای تولدشون 1976، 1994 و 2001 قبلا بر اساس قانونگذاری موجوده صاحب شهروندی روسیه شده بودند. گفته می شود در خبر 2 نفر آنها زاده تاجیکستان و یکی دیگر از قرقیزستان بوده برای نگاه داشتن یا فروش مواد مخدر ادای حکم می کنند، ولی پرونده هایشان جدا بود. بعد ادای حکم آنها موظفند که قلمرو روسیه را ترک کنند. خبر داده است سیاست کارهای داخلی کشور کراسنویارسک این حرکت دومین حالت از شهروندی روسیه محروم کردن افرادی است که به قاچاق مواد مخدر عیبدار می شوند. روز 13 دکمبر سال 2023 خدمات مطبوعات سیاست کارهای داخلی شهر مسکو خبر داد که 2 نفر متهم به خرید و فروش مواد مخدر را از شهروندی روسیه محروم کردند. یکی آنها با 19 بسته مفدرون در ژولیبنه و دومی با 1 بسته مفدرون در شوروی کوسینه به دست افتاده بود. به غیر از حکم زندان این 2 نفر را از شهروندی روسیه نیز محروم کردند و شناسنامه های روسیه آنها را از دستشان گرفتند. خبر داد پلیس مسکو 26 اکتبر سال 2023 در روسیه علاوه ها به قانون شهروندی این کشور به اجرا درآمد که به فرق از قانون سال 2002 قانون نو در 64 حالت از شهروندی روسیه محروم کردن آدمان که تازه صاحب شهروندی شده را اجازت می‌دهد. در روزهای اخیر درباره به دلیل سرکشی از ثبت نام در کمیساریات حربی از شهروندی محروم کردن 2 نفر در چلیابینسک، یک باره 10 نفر در پتربورگ و یک زاده تاجیکستان در ولایت مسکو خبرها نشر شدند.